خراب کردن پل‌های پشت سر به بهانه ساخت پل جدید. منیخ پل غیر استانداردی بود که در زمان جنگ برای کاربردهای نظامی ساخته شده بود و بعد از جنگ وسیله ارتباطی 3 روستای پرجمعیت با شهر شد. این پل 3 هفته پیش برای بازسازی و استاندارد شدن برچیده شد و حالا ساخت دوباره اون معلق رسیدن بودجه است. با برداشتن پل شناور منیخ تنها راه ارتباطی چند روستای پرجمعیت اطراف با شهر یعنی خرمشهر قطع شده. چند بار تو روز رفت آمد میکنیم؟ خیلی، یا بازار یا رفتن برای مدرسه. تو این قایقا بهتون جلیقه چیزی هم میدن یا نه همینجوری؟ نه همینجوری. اگه زن زاو داشته باشیم نمیتونیم برسونیمش جایی، بچه مریض داشته باشین همینجور، من پیرمردی دارم سکته نگاش کن نمیتونم جایی ببرمش. اگه این پل باشه میتونم با ماشین برسونمش بیمارستان. یا بار قایق غرق شد، بچه‌ها تو دریا افتادن، بعضی وقتا میرن بعضی وقتا میترسن. این پل اگر بخواد تعمیر اساسی بشه بین 500 تا 700 میلیون تومان نیاز به تامین بودجه داره. این بار هم قایق‌ها به سلامت رسیدند و ما دعا کردیم که کاش نگرانی‌ها بی‌مورد باشد و همه به سلامت، اما علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد.